اگه ماهی 30 میلیون درآمد داشته باشی و همشو پس انداز کنی، تازه بعد 3 سال میتونی یه 207 بخری. اما خب روشی هست که بشه تو کمتر از 3 سال، مثلا تو 5 ماه اون 207 رو خرید. بله، تا آخر ویدیو همراه ما باشید چون میخوام بهتون آموزش بدم که اگه درآمدتون به جای ریالی دلاری باشه چی میشه. یکی از روش هایی که درآمدش دلاریه یوتیوب هستش. خب دوستان، همونجوری که میدونین خیلی از یوتیوبرها هستن که بعد 3 ماه کار بدون حتی نشون دادن چهرهشون ماهی 200 میلیون تا از 60 میلیون تا 200 میلیون حقوق دارن. و خب یوتیوب خیلی ایده خوبیه چون تو خیلی از موضوعای توی ایران اصلا رقیب آنچنانی ندارین شما و خیلی راحت میتونین بهتر کنین. فقط یه مبحث دیگه مهم میمونه اینه که برای یوتیوب شما نیاز به استاد خوب دارید، چرا که خیلی از استادای یوتیوب، البته استادایی که آموزش میدن، مثل چند سال پیش آموزش میدن و خب نمیدونن الان همه چی فرق کرده، از الگوریتم بگیر تا خیلی از موضوعا که اصلا یوتیوب دیگه اونا رو نشون کسی نمیده. ولی خب نگران نباشین چون خودم توی یه ویدیو که پس فردا آپلود میکنم چند تا ایده بدون چهره یوتیوب بهتون معرفی میکنم که برین و حسابی باشون بهتر کنید. روش دوم، کسب درآمد دلاری در ایران با فروش کتاب الکترونیک. یکی از بهترین روش ها برای کسب درآمد دلاری تو ایران فروش کتاب‌های الکترونیکی هستش. پس اگه مهارت لازم تو زمینه نویسندگی به زبان انگلیسی رو دارین، میتونید کتابای خودتون رو به صورت فایلای PDF تو سایت آمازون آپلود کنید تا کتابتون به افراد زیادی در سراسر جهان به فروش برسه. و خب البته اینم بگم که نیاز آنچنانی هم نداره که حتما تو زمینه نویسندگی مهارت داشته باشین، چرا که میتونین با هوش مصنوعی موضوعات رو پیدا کنین و با یکم کپی کاری از کتابای معروف یک کتاب خیلی عالی درست کنید و بعد فروشش واقعا پول پارو کنین. 3. درآمد دلاری با فروش دوره‌های آموزشی. اگه که در زمینه ارائه دوره‌های آموزشی به صورت تخصصی مهارت دارین، حالا میتونه هر چی باشه، از آموزش هوش مصنوعی بگیر تا آموزش نقاشی، آموزش ورزش و کلی موضوع دیگه، شما میتونین با تکیه به دانش خودتون فایل‌های ویدیویی و متنی خودتون رو به زبان‌های فارسی و انگلیسی آماده کنین و تو سایت‌های مختلفی مثل آدیمی اگه اشتباه نکنم عرضه و به فروش برسونین. واقعا خب فکر نکنم سخت باشه که 10 تا ویدیوی 20 دقیقه‌ای ضبط کنید و بدون نشون دادن چهره‌تون معروف بشین و پول پارو کنید. شماره 4. درآمد دلاری با تماشای تبلیغات. شاید برای شما هم باورپذیر نباشه، اما یکی از روش‌های کسب درآمد دلاری تو ایران تماشای فیلم‌های تبلیغاتی هستش، به طوری که برخی از سایت‌ها مثل این سایت که اسمشو نوشتم سویگ بوک وجود داره که شما با تماشای فیلم‌های تبلیغاتی میتونین درآمد دلاری داشته باشین. این نوع درآمدزایی به صورت 0 تا 100 بدون تخصص هستش و فقط باید وقت اضافی داشته باشین تا بتونین فیلم‌های بیشتری رو نگاه کنین. کسب درآمد دلاری با تولید موسیقی. موسیقی یکی از اون زمینه‌ای هستش که اقتصادش تو کشور ما خیلی ضعیف است. البته اگه بخوام یه خبر خوب بهتون بدم اینه که پلتفرم‌های تخصصی موسیقی مثل اسپاتیفای، هاپ اسپات، یوتیوب موزیک و آمپلیفای برای هنرمندان و سازندگان موسیقی این امکان رو فراهم کردن که آثارشون رو آپلود کرده و از محل تبلیغات و تعداد دفعاتی که فایلشون پخش میشه و شنیده میشه درآمد داشته باشن. خب دوستان، تو ویدیوهای بعد میایم و وارد هر کدوم از ایده‌های بالا میشیم و 0 تا 100 رو براتون آموزش میدم. مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو همراه من بودید. دکمه ساب رو بزنید و دوشنبه و چهارشنبه ویدیوهای بعدیمون رو اصلا از دست ندید.